یک پروژه و اجزای اون رو به صورت تک تک کاملا از یک زاویه جدید دید. بذارید برای این کار به سایت پروژه مارکتینگ مراجعه بکنیم و وضعیت کلی پروژه رو مشاهده کنیم. در این قسمت کلیه اسناد پروژه که به اشتراک گذاشته شدن رو من میتونم ببینم. در صورت نیاز یک سند جدید که گزارشی باشه رو به صورت درگ اند دراپ به پروژه اضافه بکنم و یا شاخصهای کلیدی عملکرد رو در سمت راست کاملا بر اساس نیازمندی خودم مناسب سازی شده قرار بدم. در قسمت پایینی صفحه مذاکرات و مکالمات بین افراد پروژه مستند شدن و میتونم کلیه اقدامات تعاملی نظیر لایک کردن، پیگیری نمودن و مشابه اون رو انجام بدم. به قسمت بالایی صفحه مراجعه میکنم و خلاصه ای از کلان پروژم رو میبینم، اتفاقاتی که توی این پروژه قراره بیفته و میتونم همینجا خلاصه رو به صورت تفکیکی بیشتر هم ببینم. میشه اینجا تسک جدیدی رو برای پروژه تعریف کرد و یا کلی تسک های پروژه رو به صورت دسته‌بندی شده و نمای اینلاین هم داشت. همونجوری که مشاهده میکنید میتونم وظیفه جدیدی رو به پروژه اساین بکنم. تاریخ شروع و پایان اون رو انتخاب کرده و مسئولی رو برای اون تعریف. البته میشه تمامی وظایف گذشته رو هم ویرایش کرد و سیستم وظایف رو اونطوری که مد نظرمون هست قرار داد. طبیعتاً من میتونم و 100% کلیه وظیفه ها رو از یک لیست تعریف شده اکسلی هم قرار بدم داخل سیستمم و به صورت یک دفعه و یک جا در سیستم وظایف و یا موارد مربوط به اون رو تعریف کنم. در نمای کنونی تمامی وظایف من به صورت نماهای درختی تعریف شدن و من میتونم که در صورت نیاز چند وظیفه رو هم اضافه بکنم و یا وظایف از قبل تعریف شده رو انجام شده فرض بکنم. در صورت نیاز یه وظیفه رو به صورت زیر مجموعی از وظیفه های بالا دستش قرار بدم و یا ساب تسک ها و زیر مجموعه های مربوط به اون رو هم تعریف کنم. در صورتی که نیاز داشته باشم که توی نمای بالایی صفحه هم ببینم میتونم وظیفه رو به خط زمانی بالا اضافه بکنم و همونطوری که مشاهده میکنید الان به صورت کامل آنچه از سیستم مدیریت وظایف انتظار دارم رو میبینم. همه وظایف در یک نما قرار گرفتن، تاریخ‌های انجام اون مشخص هستن و تأخیرات مشابه اون رو هم خواهم داشت.